پدر و پسر، ناگفته‌ها از زندگی و روزگار پهلوی‌ها. تألیف و ترجمه محمود طلوعی. نشر علم، چاپ اول، بهار 1372. گویش وحید فاضل. تهیه کننده لوتوس مدیا. پخش از رادیو چکامه. در 41 پاره. قسمت 19. در کابینه جمع معروف شد عکس عده‌ای از جوانان را به شاه دخترها عرضه کردند تا که قبول افتد و که در نظر آید. پسر جمع و پسر قوام شیرازی پسند افتادند. چه حاجت به عکس بود من نمیدانم. جمع و قوام هر دو در قلهک می نشینند و عصرها محل گردش آنها و شاه دخترها در صحرای دروس بود و همدیگر را خوب می شناختند. با این حال مجلس عقد بی‌مزه‌ای منعقد شد. با اینکه من متارکه داشتم به موجب دعوت در مجلس حاضر شدم. یک طرف تالار شاه ایستاده بودند و با قدری فاصله وزرای سابق و لاحق طرف دیگر. ملکه و شاه دخترها روی کرسی یعنی مبل نشسته بودند، ساکت و صامت. دامادها عبوس زیر دست عروسها ایستاده در حال خود تفکر می نمودند. نه شیرینی و نه میوه‌ای در بساط بود. لحظه‌ای گذشت امام جمعه خویی و میرزا سید محمد بهبهانی وارد شدند. نزدیک شاه رفتند و ظاهراً تبریک گفتند. عقد در خارج به عمل آمده بود. عملاً رفتند و حضار متفرق شدند. صاحب اختیار از جمع که حاضر بود سراغ دلمه گرفت. او هم 2 پهلوی از کیف درآورد، یکی به صاحب اختیار داد، یکی به من. روی هم رفته مجلس خنکی بود و بعد خنکی های بیشتری بروز داد، بلکه به برودت کشید. پسر قوام از اول ناراضی بود. پسر جمع را نمیدانم. شنیده بودم که دامادهای ناصرالدین شاه میبایست از پایین پای عروس در رخت خواب بخزند. در این موقع از رسم رخت خواب اطلاعی ندارم. لیکن در اتومبیل دامادها میبایست پهلوی شوفر قرار بگیرند. تا پهلوی بود مماشاتی از طرفین میشد. پس از پهلوی کار به تفریق کشید. در پاورقی آمده از کتاب خاطرات و خطرات صفحه 416. بازگشت به متن کتاب. در گزارش محرمانه سازمان سیا درباره خاندان پهلوی و ساختار حکومت در ایران که قبلاً به آن اشاره شد، درباره همسران و فرزندان رضاشاه مطالبی نوشته شده است که صحت و سقم آن بر نویسنده روشن نیست. ولی نقل مطالب آن از نظر اطلاع مفید به نظر می رسد. به طور مثال پس از اشاره به این مطلب در مورد همسر اول رضاشاه که او از یک خانواده فقیر و صیغه رضاخان در اوایل خدمتش در قزاقخانه بوده که در هیچ منبع دیگری به این موضوع اشاره نشده است، می نویسد تاج الملوک همسر دوم رضاشاه و مادر ولیعهد به پسر دومش علیرضا علاقه وافری داشته و برای اینکه او را به مقام سلطنت برساند تلاش زیادی کرده است. گزارشگر سیا از این هم فراتر رفته و می نویسد تاج الملوک برای به سلطنت رساندن پسر دومش علیرضا علیه پسر بزرگتر یعنی محمد رضا توطئه می کرده و در اینجا واژه پلوتینگ را که دقیقاً به معنی توطئه و دسیسه است به کار می برد. در پاورقی در توضیح این بخش آمده اسناد لانه جاسوسی شماره 7 صفحه 23 متن انگلیسی. بازگشت به متن کتاب. ظاهراً مادر محمد رضا بعد از اینکه رضاشاه ولیعهد را از او جدا می کند بیشتر به پسر دومش علیرضا که با او زندگی می کرده دلبستگی پیدا می کند و علاقه مفرط او به علیرضا در منابع دیگر هم منعکس شده است. ولی اینکه مادر برای به سلطنت رساندن وی علیه پسر بزرگترش توطئه می‌کرده مطلبی است که نویسنده جز در گزارش مورد بحث در جای دیگری ندیده است. توطئه ملکه مادر علیه محمد رضا به فرض آنکه صحت داشته باشد قطعاً به دوران سلطنت رضاشاه مربوط نمی شود، زیرا در آن زمان تاج الملوک جرأت ترتیب دادن چنین توطئه‌ای را
علیه ولیعهد نداشته است. در جریان وقایع شهریور که شرح کامل آن در جای خود آمده است، انگلیسی ها با انتقال سلطنت به ولیعهد که گفته میشد متمایل به آلمانی هاست موافق نبودند و در آن موقع صحبت از انتقال سلطنت به یکی از پسران دیگر رضاشاه بود که به طبع علیرضا به عنوان پسر دوم رضاشاه مقدم بر دیگران به شمار می آمد. خود علیرضا هم ظاهراً مترصد چنین فرصتی بوده و صحنه‌ای که نصرالله انتظام رئیس تشریفات دربار رضاشاه در اواخر سلطنت او نقل می کند، این انتظار و در این حال نگرانی وی را از اینکه حق او ضایع شود برملا می سازد. نصرالله انتظام در خاطرات خود از آخرین روزهای سلطنت رضاشاه می نویسد: عصر روز 24 شهریور موقعی که من در حضور شاه و ولیعهد بودم، شاهپور علیرضا سراسیمه رسید و گفت از شخص مطمئنی که با سفارت انگلیس مربوط است شنیده که عبدالرضا شاه می شود. اعلی حضرت با ملایمت ولی با لحن اعتراض‌آمیزی گفت: این چرندیات بچگانه چیست که میگویی؟ و به راه افتاد. علیرضا آهسته به من گفت: به حرف من که وقعی نمیگذارند، اقلن تو سعی کن بلکه مطلب را به ایشان حالی کنی. پاورقی. خاطرات نصرالله انتظام، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، صفحات 70 و 71. بازگشت به متن کتاب. در هر حال محمد رضا شاه تنها برادر تنی خود علیرضا را تا زمانی که حیات داشت رقیب اصلی خود برای سلطنت می‌دانست و ماجراهای مربوط به روابط آن دو و شایعاتی که در اطراف مرگ اسرارآمیز علیرضا در یک سانحه هوایی انتشار یافت در شرح وقایع دوران سلطنت محمد رضا شاه خواهد آمد. در گزارش سیاه درباره خاندان پهلوی به کاراکتر و خصوصیات خود محمد رضا شاه و برادران و خواهران دیگرش نیز اشاره شده است که چون تاریخ تهیه گزارش سال 1976 میلادی و مطالب آن هم مربوط به دوران سلطنت محمد رضا شاه است، شرح آن را به بخش دوم کتاب که به زندگی محمد رضا شاه و وقایع دوران سلطنت او اختصاص دارد موکول می‌کنیم. درباره خصوصیات رضا شاه، معتقدات، خلقیات و شیوه زندگی او مطالب زیادی گفته و نوشته شده که نقل و شرح همه آنها نه ضروری و نه امکان پذیر است. به خصوص که نویسندگان دیگر که بهتر است بعضی از آنها را گردآورنده بخوانیم، تمام مطالبی را که در روزنامه‌ها و مجلات گذشته یا لابلای کتاب‌ها و خاطرات رجال سابق درباره رضا شاه نوشته شده است جمع‌آوری کرده و تحت عناوین گوناگون منتشر نمودند. آنچه در اینجا می‌آوریم گزیده است از آنچه احتمالاً منتشر نشده و یا اگر انتشار یافته در دسترس عموم نیست. فصلی از کتاب اندیشه‌های یک پادشاه که مجموعاً مصاحبه‌های یک روزنامه‌نگار هندی به نام کارانجیا با محمد رضا شاه است، به شرح خاطرات او از پدرش اختصاص یافته است. در این مصاحبه شاه ضمن بیان مطالبی درباره کاراکتر و خصوصیات اخلاقی پدرش دانسته یا ندانسته در قالب مدح و تحسین به دم او می‌پردازد و از جمله از چشمان نافذ و ترسناک او که قوی ترین مردان را به لرزه می انداخت یا تحمل و توداری او که گاه آنچه را که در دل داشت سالها بروز نمیداد یاد می کند و سپس می گوید حتی کسانی که بیش از همه به او نزدیک بودند و او را صمیمانه دوست داشتند از او می ترسیدند. در پاورقی در توضیح این قسمت به انگلیسی نوشته The Mind of the Monarch، صفحات 31 و 32. محمد رضا شاه این مطلب را در کتاب خود به نام مأموریت برای وطنم نیز به نحو دیگری بیان کرده و می نویسد: مجبور بودم هر روز پدرم را ملاقات کنم و این ملاقات ها گاهی صبح و اغلب نیم ساعت قبل از ظهر صورت می گرفت و در موقع صرف نهار در حضور وی بودم و چه بسا اتفاق می افتاد که
بعد از ظهرها نیز برای پاره‌ای از امور احضار می شدم و در تمام این ملاقات‌های روزانه درباره اوضاع جاری و سیاست داخلی و خارجی کشور مذاکره می کردیم. ولی باید دانست که کلمه مذاکره در این مورد کاملا به معنای واقعی خود استعمال نشده است، زیرا اصولاً کلیه مأمورین دولت و مسئولین امور کشور در هنگام صحبت به قدری مرعوب وی واقع شده و جانب تکریم و ادب را نگاه می داشتند که مجال مذاکره به معنای واقعی کلمه باقی نمی ماند. من هم اغلب با اشاره و اختصار عقاید و نظریات خود را بدون اینکه جنبه مذاکره و مباحثه داشته باشد به سمع او می رساندم. پاورقی، مأموریت برای وطنم، صفحات 80 و 81. بازگشت به متن کتاب. سلیمان بهبودی که از محارم رضا شاه بود و در خاطرات خود از زندگی با رضا شاه می نویسد: به خاطر دارم اول شبی احضارم فرمودند. وقتی شرفیاب شدم، چون از پیاده روی مراجعت کرده بودند، به اتاق خواب رفته با لباس روی تخت خواب استراحت کرده و مثل دیگران که در تنهایی اغلب آواز می‌خوانند، معظم الله هم مشغول آواز خواندن بودند. بعد از مدت کوتاهی به بنده فرمودند: حالا تو بخوان. عرض کردم بلد نیستم بخوانم. بعد فرمودند: خب حالا بگو من بهتر میخوانم یا تو؟ عرض کردم اعلی حضرت همایونی بهتر میخوانند. بعد فرمودند: چون شاه هستم خوب میخوانم؟ بلافاصله اضافه کردند: سلیمان من بد اخلاق هستم؟ عرض کردم خیر قربان. بعد نشستند روی تخت و با تشدد فرمودند: فلانی 40 سال است من برای پیشرفت کار مملکت سگرمه هایم را در هم کشیدم. این مردم به محض اینکه لبخند به روی آنها بزنم فوراً می آیند روی دوشم و الا دلیل ندارد که دائم خودم را زحمت بدهم و این طور وانمود کنم. اگر افراد و کارکنان دستگاه کارشان را روی حساب و قاعده انجام بدهند، چرا من خودم را این طور نشان بدهم؟ من بد اخلاق نیستم، مرا وادار به این طرز رفتار می کنند. اتفاقاً همین طور هم بود. به خاطر دارم عصر یکی از روزهای اواخر پاییز که در باغ پیاده روی می کردند، بنده هم داخل کاخ مرمر بودم. صدای بلندی شنیدم. وقتی به بیرون نگاه کردم دیدم یکی از وزرا که برای شرفیابی می آمد رعایت ادب را چندان که باید نکرده بود. اعلی حضرت همایونی که خیلی ناراحت بودند کمی دلا شدند و به آن شخص به صدای بلند می فرمودند: بیا روی دوش من، و با دست شانه های خودشان را نشان می دادند. در توضیح این قسمت در پاورقی آمده خاطرات سلیمان بهبودی صفحات 229 و 230. درباره طرز برخورد رضا شاه با مقامات مملکتی ابوالحسن ابتهاج نیز خاطره جالبی دارد و می نویسد: امیر خسروی رئیس بانک ملی روزهای جمعه شرفیاب می شد و گزارش‌های مربوط به بانک ملی را به عرض می رسانید و از شاه دستور می گرفت. وقتی بعدها من معاون امیر خسروی شدم، روزهای شنبه می آمد و جریان شرفیابی خود را برای من تعریف می کرد. می گفت شاه آن طرف اتاق می ایستد و با چشمانش که مانند ببر است به من نگاه می کند و من هم در حال لرز گزارش ها را به عرض می رسانم. مرحوم محمود جمع هم وقتی نخست وزیر بود برایم تعریف کرد که در شرفیابی به حضور رضا شاه آنقدر از ترس عرق می کند که وقتی به خانه می رسد مقداری جوش شیرین می خورد و می خوابد تا آرام شود. پاورقی، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات علمی، جلد اول، صفحه 51. بازگشت به متن کتاب. ابراهیم خواجه نوری در کتاب بازیگران عصر طلایی می نویسد: رضا شاه وقتی به تخت سلطنت مستقر شد و مطمئن گردید که قانون پشت اوست و یقین کرد که ناظران بر امور ایران هم از سیاست کلی او راضی هستند، دیگر کم کم وقعی به هیچ کس نگذاشت و هیچ شخصیتی را نخواست در مقابل خود سربلند و محترم ببیند. این حالت تقریباً در تمام کسانی که مدتها در تاریکی بوده و فشار دیده اند دیده می شود
که وقتی به مقام عالی میرسند به قول دکتر فروید آن آزار حقارتی که مدتها قلبشان را فشرده یک مرتبه به آتش جلال مبدل می‌گردد و در آن حالت اصرار دارند تمام محترمین را در مقابل خود خوار و ضعیف ببینند. آن وقت است که متملقین متقلب مغرب می‌شوند و مردان با مناعت و دارای عزت نفس مورد بغض واقع می‌گردند و در این صورت طبیعتاً کارها به دست نادرستان شارلاتان بی‌حیثیت می‌افتد و درستکاران عالی مقام شریف را به کنار می‌اندازد. پاورقی، بازیگران عصر طلایی، صفحه 154 و 155. بازگشت به متن کتاب. سلیمان بهبودی در خاطرات خود می نویسد رضا شاه به بعضی از رجال معمر مانند مستوفی الممالک خیلی احترام می کرد، ولی بلافاصله اضافه می کند از 2 نفر بی اندازه نفرت داشتند. یکی از آنها قوام السلطنه به مناسبت کمیته ترور که با کمک والا حضرت محمد حسن میرزا ایجاد کرده بود و دیگری دکتر محمد مصدق که حتی مدتی هم وزیر خارجه ایشان بود و به اندازه به او محبت کردند. ولی عاقبت معلوم شد هیچ وقت راست نمیگوید و تا میتواند با حرکات زیرزمینی فعالیت مخرب داشت. آقای دهستانی نماینده ساوج بلاغ نقل میکرد روزی که راه آهن از شهریار و ساوج بلاغ به حرکت آمده بود من ده بودم و در این بین دیدم آقای مصدق السلطنه با خوشحالی به سراغ من آمد و می گفت آقای دهستانی می بینی راه آهن از ده ما عبور می کند؟ واقعا باعثش را خدا عمر بدهد. الحمدلله زنده ماندیم و دیدیم در مملکت خودمان راه آهن داریم. من فکر کردم اگر بشود در موقع شرفیابی بهانه‌ای کنم و حرفی از مصدق السلطنه بزنم شاید رفع ناراحتی بشود. تصادفاً 1 ماه بعد در شرفیابی که از وضع کشاورزی و محصول پرسش فرمودند موضوع راه آهن نظرم آمد. فکر کردم موقع خوبی است. به محض شروع به صحبت فریاد زدند این شخص مخالف راه آهن است، به تو هم دروغ گفته است. مگر ممکن است این شخص حرف راست بزند؟ و مرا مجبور به سکوت کردند. پاورقی، خاطرات سلیمان بهبودی، صفحه 230. علی دشتی که خود از اولین منتقدین رضا شاه پس از برکناری و تبعید او از ایران بود، در دوران قدرت محمد رضا شاه دوباره به صف متملقین پیوست و در آخرین کتاب خود به نام 55 که در 55مین سالگرد کودتای 1299 منتشر شده است چنین می‌نویسد: رضا شاه مثل هر مؤسس و سازنده و بنیانگذاری از اراده قوی برخوردار بود. اراده قوی طبعاً از اصطکاک با اراده دیگر پرهیز می‌کند و طبعاً نمی‌تواند آن را تحمل کند. بدون اراده خم نشدنی شخص بنیانگذار نمیتواند به انجام اعمالی که در ذهن دارد موفق شود. پس طبعاً اشخاصی میتوانند در دستگاه وی راه یابند که خود را مجری این اراده نشان دهند و اگر هم در اجرای طرحی نظر موافق نداشته باشند یا مقدمات آن طرح را کافی ندانند باید آن را به شکل ملایم و سازگار با طبع اطلاع‌جوی بنیانگذار بیان کنند. به عبارت دیگر نخست خود را 100% صادق و صمیمی و بی‌غرض نشان دهند، سپس خطرهایی را که اجرای طرح در کمین دارد وانمود سازند یا مقدمات را غیر وافی نشان دهند و در عمل شائبه هر گونه بدگمانی را از ذهن طراح بزدایند. رضا شاه 1 مرتبه به صراحت به خود من فرمود من از انتقاد بدم نمی آید ولی باید معلل به غرض نباشد. این بیان را در موردی فرمودند که کاملا حق با ایشان بود و من خود مکرر شاهد این امر بودم که متصدی امری و کاری اگر با کمال صداقت نظری مخالف میل یا امر ایشان عرض می کرد با کمال دقت گوش می داد و اگر صحیح به نظرش می رسید می پذیرفت. سرلشکر مطبوعی
نقل می کرد روزی امری فرمودند و به نظر من غیر عملی می آمد. صریحاً به ایشان عرض کردم، به طوری که برآشفته شدند که عصای خود را به من حواله کرده و با تلخی فرمودند نمی شود؟ چرا نمی شود؟ ناچار من با حالت سلام عرض کردم هرچه اعلیحضرت بفرمایند اجرا می شود، ولی اگر اجازه بفرمایند علت جسارت خود را تشریح کنم. فرمودند بگو. آنگاه راجع به موضوع وارد صحبت شدم و راهی که به نظرم حل قضیه بدان صورت ممکن بود عرض کردم. بلافاصله آرام شده و شکوه الملک را که در ضمن سایر حاضران ایستاده بود صدا زدند و به او فرمودند مطبوعی در این باب نظری دارد که شاید صحیح باشد، با هم دیگر مذاکره کنید و آنطور که او میگوید رفتار شود. پاورقی کتاب 55 به قلم علی دشتی، انتشارات امیرکبیر 1354، صفحات 124 و 125. بازگشت به متن کتاب. احمد نفیسی شهردار سابق تهران می گفت در زمان تصدی شهرداری گاهی ملکه مادر مرا احضار می کرد و ضمن بعضی سفارش ها درباره شهرداری درباره مسائل شهری هم سوالاتی می کرد و همیشه می گفت رضا شاه خیلی به عمران و آبادی پایتخت علاقه داشت و در کارهای مربوط به شهرداری و احداث خیابانها دقیقاً نظارت می کرد. یکی دو بار هم از علاقه رضا شاه به عمویم مرحوم دکتر مؤدب نفیسی صحبت کرد و گفت رضا شاه هر قدر که از آدمهای نادرست و ظاهرساز متنفر بود به اشخاص صدیق و خدمتگزار علاقه داشت و در مدتی که مرحوم مؤدب نفیسی سرپرستی ولیعهد را در سوئیس به عهده داشت، بزرگترین خوشحالی او دریافت دستخط ولیعهد و گزارش دکتر یعنی مؤدب نفیسی بود. یک بار هم گفت رضا شاه همانقدر که نسبت به رجال و صاحبان مقامات سختگیر بود، با افراد عادی با ملایمت و مهربانی رفتار می‌کرد و بارها این جمله را تکرار می‌نمود که این ملت اینقدر نجیب است که اگر نان و گوشتش را فراهم کنید توقع بیشتری ندارند. در خاطرات خود از دوران رضا شاه میگوید از دوره هفتم مجلس رژیم دیکتاتوری بر قوه مقننه استیلا یافت و برای انتخابات لیست دولتی معمول گردید و این ترتیب تا سال 1320 دوام یافت. شاه مخالفین رژیم خود را تدریجاً کنار گذاشت، لیکن برای تنظیم لیست انتخاباتی به وسایل مختلف راجع به اشخاص مورد اعتماد مردم ولایات تحقیق می‌کرد و غالباً نامزدها را از بین بازرگانان و ملاکین و صاحبان مشاغل آزاد مانند پزشکان محل برمی‌گزید. جوانان مستخدمین تحصیل کرده و فعال را هرگز برای وکالت مجلس قبول نمی کرد و آنها را برای خدمات دولتی ترجیح می داد. اشخاصی که در لیست قرار می گرفتند تکلیفشان معلوم بود. 1 دینار مخارج انتخاباتی نداشتند که بعد مجبور باشند مخارج را به اضافه سود گزاف در زمان وکالت در بیاورند. تکلیف داوطلبان دیگر هم معلوم بود. دیگر فعالیتی نمی کردند. در یک مورد یکی از درباریان یعنی وکیل الملک دیبا از یک داوطلب وکالت فرزند سپهدار رشتی پول گرفته بود. پس از کشف قضیه آن درباری در سال 1312 مورد تعقیب واقع شد و در محکمه به 1 سال حبس محکوم گردید. ولی متاسفانه به علل دیگری که یکی نزدیکی به تیمورتاش بود از زندان خلاص نشد و در زندان درگذشت. در مورد دیگری یکی از بنی اعمام شاه از یکی از خوانین مازندران پول گرفته بود که او را به وکالت مجلس برساند. شاه دستور تعقیب داد. من پسر عموی شاه را توقیف کردم و پول را مسترد نمودیم. نتیجه را به عرض رساندم. شاه سرماخوردگی داشت و استراحت کرده بود. وقتی گفتم عموزاده در مقابل هر 1000 تومان وجه نقد قبض وصول 1 خربزه را در ماه اردیبهشت به داوطلب وکالت داده است، رضا شاه که حتی تبسم را به ندرت می کرد به قدری خندید که عرق کرد و از جای خود برخاست و به راه افتاد.
پاورقی خاطرات یک نخست وزیر دکتر احمد متین دفتری نوشته دکتر باقر عاقلی صفحات 125 و 126. شما شنونده کتاب صوتی پدر و پسر نوشته محمود طلوعی هستید. برای اینکه به قضاوت یک ناظر بی‌طرف خارجی درباره رضا شاه هم پی ببریم، نقل قسمتی از خاطرات بلوشر سفیر آلمان در ایران در دوران سلطنت رضا شاه نیز بی‌مناسبت نیست. بلوشر در فصلی از خاطرات خود تحت عنوان پس از سقوط وزیر دربار که اشاره به وقایع بعد از برکناری و مرگ تیمورتاش است می نویسد: چون با مرگ وزیر دربار کسی نبود که شاه امور را با او در میان بگذارد، دیگر هر روز از طلوع آفتاب تک و تنها ساعتها در باغ قدم میزد و طرح نقشه‌های عجیب و پردامنه خود را در سر می‌ریخت. هیچ کس را محرم راز خود نمی‌دانست و ایرانیان به من می‌گفتند که او همیشه در اندیشه نابودی دشمنان و دوستان بیش از اندازه نیرومند شده خویش است. برای اینکه از یک نفر شرقی که شاه را از نزدیک می شناخت و می توانست بدون مترجم با او صحبت کند و از قید تابعیت ایران هم آزاد بود، درباره شخصیت شاه اطلاعاتی کسب کنم به سراغ سفیر افغانستان رفتم که از سالها پیش در تهران مقیم بود و ناظری تیزبین به شمار می رفت. شیر احمد خان با آن طرز صحبت آهسته و نافذش که گاه گاه بر اثر تأمل و تفکر قطع می شد به من گفت: من بارها در خلوت به صورت 2 نفره با شاه گفتگو داشتم. هیچ وقت نشده که شاه فکر بکری در این گفتگوها عنوان کند و هرگاه کاری به تصمیم احتیاج پیدا می کرد همواره مرا به وزیر مربوطه حواله می داد. او به کسی احتیاج دارد که به جایش فکر کند و این کاری است که تا به حال تیمورتاش و فروغی انجام می دادند. شاه کلاً بی سواد است و بی فرهنگ. نه تنها با هیچ زبان خارجی آشنا نیست، بلکه حتی پارسی را هم به طرز عامیانه‌ای صحبت می کند. از همان نوع که در کوچه و خیابان می توان شنید و این خود علت آن است که او از هر معاشرتی خود را کنار می کشد. یک خصلت خوب دارد و 99 تا بد. مردم ایران را مانند طبیب سرخانه‌ای که به احوال مریضش آشنایی دارد می شناسد. در مورد امان الله خان یعنی پادشاه سابق افغانستان وضع برعکس بود. او 99 خصلت خوب داشت و 1 خصلت بد و همین یکی بود که کار او را ساخت. او افغانی ها را نمی شناخت و خیال می کرد که در طی چند سال می شود کابل را به برلین تبدیل کرد. رضا شاه پرقدرت، خشن، بی وفا و بی رحم است و اصلاً ناراحتی وجدان سرش نمی شود. دستور می دهد نوکر چندین و چند سالش تیمورتاش را بکشند و ککش هم نمی گزد. رضا شاه همه جا نگران است که ببیند آیا مرد مهم کاردانی که جاه طلب هم باشد وجود دارد. آن وقت برای تحکیم پایه‌های سلسله اش امر به قتل او می دهد. از فردی مانند فروغی بیمی به دل راه نمی دهد، چون از همان نگاه اول می فهمد که این آدم هیچ وقت به دنبال تحصیل تاج و تخت نیست. بلی چنین بود گفته های شیر احمد خان که او هم در کشور خودش قربانی یک قدرت طلب شده بود و حالا کاملا با بی‌طرفی و از سر عقل صحبت می کرد. او در آن لحظه به این مسئله اعتقاد داشت که مردی مانند رضا شاه که با کودتا به تاج و تخت رسیده و می‌خواهد در کشورش انقلاب ایجاد کند، فقط با توسل به قتل است که می‌تواند بر مسند قدرت باقی بماند و تنها با ترور قادر است مقاصد خود را به انجام برساند. از نظر روانشناسی سخت جالب توجه بود که مرد زورگویی مانند رضا شاه علیرغم تمام موفقیت‌هایی که کسب کرده است باز در نهانخانه روح خود دارای عقده حقارت باشد. این حقارت فقط
به کمی سواد و فرهنگ او مربوط نمی‌شد، بلکه عقب ماندگی مملکت او را هم در بر می‌گرفت. پاورقی، سفرنامه بلوشهر، ترجمه کیکاووس جهانداری، انتشارات خوارزمی، صفحات 273 و 274. بازگشت به متن کتاب. یکی از بزرگترین معایب رضاشاه که با دوام سلطنت او بیشتر نمایان میشد، مالاندوزی او و غصب املاک و باغات مردم به خصوص در صفحات شمال بود. روزنامه اطلاعات که در تمام مدت سلطنت رضاشاه از مداحان رژیم پهلوی بود و در دوران سلطنت محمد رضاشاه نیز به استثنای چند ماه آخر حیات رژیم گذشته یک روزنامه دولتی و طرفدار سلطنت پهلوی به شمار می آمد، در اوایل سلطنت محمد رضاشاه به این نقطه ضعف سرسلسله خاندان پهلوی اعتراف کرده و می نویسد: بزرگترین نقطه ضعفی که شاه فقید پیدا کرده بود تملک زیاد او بود که در این خصوص خیلی حریص شده بود. رضاشاه در ابتدای سلطنت این خوی بد را نداشت. از سال 5 و 6 او را به عنوان آباد کردن املاک به این راه هدایت کردند. این خیانت را در حقیقت چند تن از نزدیکان شاه مرتکب شدند و به قدری او را تشویق و تحریض به خرید املاک و آباد کردن آن نمودند و به اندازه‌ای دایره تملک او وسعت یافت که از هر گونه اجحاف و تعدی نسبت به مالکین و مردم بی اطلاع مانده و کاملا تحت تأثیر این نقطه ضعف خود قرار گرفته بود، زیرا که رفته رفته خرید ملک و توسعه دایره ملکداری عادت ثانوی شاه شده و نواحی بسیاری را در شمال و غرب و شمال شرقی ایران مالک شد. بین مأمورین املاک هم اشخاص جابری بودند که در این حدود برای آباد کردن املاک شاه به مردم تعدی می نمودند. این متملقین در بعضی موارد به شاه پیشنهاد می کردند که فلان مالک که همسایه ملک اعلیحضرت می باشد به طیب خاطر حاضر است ملک خود را به شاهنشاه واگذار نماید. با اینکه این دروغ فاحش را برای جلب توجه شاه می گفتند، مهازا شاه که تحت تأثیر آن ضعف بزرگ خانمان برانداز واقع شده بود، دستور میداد ملک را خریداری نمایند. ولی معلوم است آن متملقین چگونه معامله را صورت میدادند. این نقطه ضعف رضاشاه به دست رادیو لندن افتاد. آن را گرفت و هر شب ساعتی پیرامون آن حرف زد. حرفهایی که به دل می نشست و در افکار مردم رخنه و نفوذ می کرد. معایب و مزار ملکداری رضاشاه را می گفت. ساختمان‌های بزرگ و عالی و مهمانخانه‌ها را تشریح می‌نمود. از کاخ‌ها و عمارت‌هایی که در تمام طول شمال ساخته بود صحبت می‌کرد و در دنبال آن از گرسنگی و فقر و بدبختی و بیماری مردم می‌گفت و آن را نتیجه سوء رفتار رضاشاه و ملکداری و ثروتمندی او می‌دانست. این سخنپرانی‌ها تأثیر عمیقی در مردم بخشید، زیرا حرف‌های رادیو لندن با حقیقت تطبیق می کرد و در مقابل این حملات هم هیچ گونه دفاعی نمی شد. یعنی فقط معایب زیر ذره بین گذاشته می شد بدون اینکه کمترین ذکری از محاسن دیگر و خدماتی که رضاشاه در راه ترقی و تکامل کشور انجام داده بشود. پاورقی اطلاعات در یک ربع قرن، صفحات 205 و 206. رضاشاه قسمتی از وقت روزانه خود را صرف رسیدگی به حساب درآمد املاک، مهمانخانه‌ها و کارخانه‌هایی که در آن سهیم بود می‌کرد و دفتری برای کنترل این حساب‌ها داشت. ضمن سرکشی به املاک، دفاتر آنها را با ارقامی که در دفتر خود ثبت کرده بود تطبیق می‌کرد و کوچکترین اختلاف حسابی را به شدت مجازات می‌نمود. سلیمان بهبودی در یادداشت‌های خود به نکته جالب دیگری هم اشاره کرده و می‌نویسد: اعلیحضرت همایونی با همه گرفتاری‌هایی که داشتند، اختیار ارز و چوب جنگل را هم به دست خود داشتند.
هرگاه برای دستگاه دولتی ارز لازم بود، باید گزارش به وسیله دفتر مخصوص به شرف ارز برسد و حتی اگر لازم بود 10 اصل درخت از جنگل بریده شود، باید با اجازه باشد و به ارز برسد. به همین مناسبت ایامی که پیشکاری والا حضرت اشرف با بنده بود، لازم شد مقداری کتاب که در ایران نبود از انگلستان وارد کنم. احتیاج به 70 پوند برای خرید بود. طبق معمول گزارشی با صورت کتاب‌ها فرستادیم به دفتر مخصوص. بعد از 2 روز رئیس دفتر مخصوص جواب داد که به شرف ارز رسید. فرمودند این چند پوند را از بازار آزاد خریداری کنید، از بانک نگیرید و بنده همین کار را کردم. برای انحصار چوب جنگل هم خاطره‌ای در نظرم هست. در سفر شمال که معمولاً تشریف می بردند، در چالوس محلی کنار جاده برای صرف چای تهیه کرده بودند. با آن محل که می رسیدند توقف می کردند که چای میل کنند. شخصی در میان درختهای جنگل از دور نظرشان را جلب می کند. بدون مقدمه در همان حال صحبت با مباشر با عصا محکم به سرش می زنند که باعث تعجب اطرافیان می شود. بعد از زدن می‌فرمایند بارها دستور دادم کسی حق ندارد داخل جنگل بشود. آن شخص آنجا بین درختها چه می‌کند؟ مباشر به محض ملاحظه عرض می‌کند قربان مأمور مراقب است. خنده کنان می‌فرمایند در هر حال فراموش نکن اگر کسی را در جنگل دیدید فوراً تحقیق کنید برای چه داخل جنگل شده است. پاورقی خاطرات سلیمان بهبودی صفحه 215. بازگشت به متن کتاب. رضا شاه از دوران قزاقی عادت داشت روی زمین بخوابد و این عادت را در دوران سلطنت خود هم ترک نکرد. بنابراین چه در کاخهای سلطنتی و چه در مسافرتها رخت خواب او را روی زمین پهن می کردند. هر روز ساعت 6 صبح از خواب بیدار می شد و رأس ساعت 7 در دفترش بود، مگر اینکه استثناءً برای اجرای برنامه خاصی از کاخ خارج شود. یکی از این برنامه‌ها بازدید بدون خبر و اطلاع قبلی از سازمان‌های دولتی یا پادگان‌های نظامی بود. محمد رضا شاه در مصاحبه با کارانجیا روزنامه‌نگار هندی به یک مورد از این بازدیدهای غیر مترقبه از وزارت دارایی اشاره کرده و میگوید پدرم قبل از شروع وقت اداری برای سرکشی به این وزارتخانه رفت و در رأس ساعت اداری دستور داد درهای وزارتخانه را ببندند. تمام مقامات وزارتخانه که در بیرون در مانده بودند از خدمت اخراج شدند. در پاورقی مجدداً به شکل سابق به انگلیسی اسم کتاب نوشته شده The Mind of a Monarch صفحه 32 و 33. رضا شاه روزی چند ساعت عصا به دست راه می رفت و بسیاری از مقامات لشکری و کشوری را در حال قدم زدن به حضور می پذیرفت. نخست وزیران و وزیران و امرای ارتش و نمایندگان مجلس و سایر مقامات مملکتی ناچار بودند ضمن حرکت در فاصله کمی از شاه گزارش‌های خود را به او بدهند. کمتر اتفاق می افتاد که در یکی از شرفیابی‌های روزانه کار به فحاشی و کتک کاری نکشد و هیچ مقامی از این تعرض مصون نبود. رضا شاه این عادت زشت را تا آخرین روزهای سلطنت خود هم ترک نکرد که آخرین مورد آن کتک زدن وزیر جنگ و یکی از فرماندهان لشکرها و کندن پاگون آنها در روز 9 شهریور 1320 بود. رضا شاه تا قبل از رسیدن به سلطنت و حتی در اوایل سلطنت خیلی به دیانت تظاهر می‌نمود و به خصوص در 2-3 سال اول بعد از کودتا همیشه در مراسم عزاداری پیشاپیش عزاداران حرکت می‌کرد و کاه بر سر می‌ریخت. سلیمان بهبودی در خاطرات خود شرح جالبی از حضور حضرت اشرف یعنی رضاخان در مراسم عزاداری ایام محرم آورده و از آن جمله می‌نویسد در مراسم عزاداری ایام محرم نظامی‌ها هم به رقابت با یکدیگر دست راه می‌انداختند.
قزاق‌ها در همان میدان مشق قسمتی که انبار خاربار بود به نام تکیه تزیین می‌کردند و اغلب رجال هم دعوت می‌شدند. از دسته‌های مهم عزاداری در آن موقع هم یکی دسته قزاقخانه و یکی هم چاله میدان بود. دسته که راه می‌افتاد معمولاً سران دسته پیاده در جلو دسته به طور جمعی در حرکت بودند. حضرت اشرف یعنی رضاخان سردار سپه و سایر درجه‌داران ارشد از قبیل سرتیپ و میرپنج جلو دسته قزاق بودند و شخص معینی که در دامن خود کاه داشت گاه به طور پراکنده بر سر دیگران کاه می پاشید و موزیک عزا هم مترنم بود. یکی از روزها که از سمت بازار دسته قزاق خیلی مفصلی به خیابان ناصریه در حرکت بود و سینه زنهای قزاق نوحه خوانی می کردند و مجتمعاً سینه می زدند و دم گرفته بودند و این نوحه را می خواندند. اگر در کربلا قزاق بودی حسین بیاور و تنها نبودی. بین مردم که کنار خیابان برای تماشا ایستاده بودند تعدادی از اهالی رشت که در زمان میرزا کوچک خان در زد و خورد قزاق و متجاسرین مورد غارت و چپاول هر دو طرف قرار گرفته و ناراضی بودند در جواب نوحه خوانی قزاق‌ها آنها هم نوحه ساخته و میگفتند اگر در کربلا قزاق بودی چادر را از سر زینت رو بودی. باز هم در پاورقی خاطرات سلیمان بهبودی صفحه 6. این فصل را با نقل دو خاطره شنیدنی از رضا شاه که خصوصیات اخلاقی او را هم منعکس می‌سازد به پایان می‌آوریم. دوست عزیزم آقای منصور متین از قول پدرش دبیر خاقان که در عملیات جنگی علیه سالارالدوله در حدود کرمانشاهان شرکت داشت می‌گفت در آن جنگ شاهزاده فرما سرکردگی قوای دولتی را به عهده داشت و ما در نقطه‌ای بین کرمانشاه و سنندج اردو زده بودیم که خبر آوردند یک دسته قوای قزاق به فرماندهی رضا ماکسیم در پاورقی آمده. رضاخان چون پشت مسلسل ماکسیم می نشست و رضاخان ماکسیم معروف شده بود. بازگشت به متن کتاب که به کمک قوای دولتی می آمدند در برف و بوران گیر کرده و از سرما و گرسنگی در حال تلف شدن هستند. من یعنی دبیر خاقان به اتفاق عده‌ای مأمور شدیم به محلی که گفته می شد این عده گرفتار شده اند رفته و آنها را نجات بدهیم. وقتی که رسیدیم دیدیم عده‌ای تلف شده اند و خود رضاخان هم یخ زده و به حال اغما افتاده است. رضاخان و نفرات باقی مانده او را به اردو رساندیم و رضاخان را در چادر خود خوابانیدیم. از فردای آن روز هم که حالش جا آمد چند روزی در چادر ما بود. مردی عامی بود و ضمن صحبت کردن اصطلاحات بسیار عامیانه و چارواداری به کار می برد. دیگر دوستان تحمل او را نداشتند ولی من دل به دلش می دادم و به همین جهت خیلی با من خودمانی شد. به طوری که 16 سال بعد در اوایل سلطنتش که من حاکم خرمشهر بودم در بازدید از جنوب مرا شناخت و گفت من زندگی خودم را مدیون شما هستم و بیش از اندازه محبت کرد. شیخ الملک اورنگ از محارم رضا شاه در اوایل سلطنت او نیز خاطره جالبی از قول خود رضا شاه نقل کرده و می نویسد در اوایل سلطنت رضا شاه روزی نبود که یک هیئت 8 نفری به حضور شاه شرفیاب نشود. تعداد اعضای این هیئت در مدت 5 سالی که هر روز و بدون تأخیر در ساعت معین شرفیابی حاصل می کردند و مدتی که در حضور شاه بودند نه کم می شد و نه زیاد. هر روز هر 8 نفر به اتفاق شرفیاب می شدند و هر 8 نفر هم به اتفاق محضر شاه را ترک می گفتند. اگر یک نفر از این 8 نفر مریض می شد ولی برای اینکه عدم شرفیابی باعث اوقات تلخی شاه نشود با همان حال کسالت از بستر برمی خواست و سر ساعت مقرره در کاخ سلطنتی حاضر می شد تا وارد اتاق مخصوص شاه شود. رضا شاه
ساعت 12 ظهر به صرف نهار می پرداخت و سپس به مدت 1 ساعت و نیم استراحت می کرد. 1 ساعت و نیم بعد از ظهر هر روز وقت شرفیابی به حضور رضاشاه بود و هر 8 نفر به طور دست جمعی شرفیاب می شدند. و البته این شرفیابی ها برای طرح مسائل مملکتی نبود و به طور کلی در کمتر شرفیابی در این مدت 5 سال در اطراف مسائل سیاسی و دیگر امور مملکت بحث به عمل می آمد. این شرفیابی های متوالی که هیچ روزی تعطیل نمی شد مگر اینکه رضاشاه به مسافرت رفته باشد به منظور خاصی که مورد علاقه شخص شاه بود صورت می گرفت و ضمناً از شرفیابی های تاریخی به حساب می رفت و شرفیاب شدگان عبارت بودند از دکتر امیر علم طبیب مخصوص شاه، سرلشکر نقدی، سردار رفعت، شکوه الملک رئیس دفتر مخصوص، امیر شوکت الملک علم، امیر سابق قائنات، سرلشکر خدایار خان، امیر نظام همدانی، ادیب السلطنه سمیعی و نگارنده این مقاله. منظور از شرفیابی های مرتب گفتن قصص و حکایات تاریخی و خواندن اشعار مهیج میهنی و پهلوانی بود. هیچ یک از ما 8 نفر در هیچ یک از شرفیابی های متوالی 5 ساله نهار را در حضور شاه صرف نکرده بودیم و موظف بودیم نهار را در خارج از کاخ سلطنتی در منزل خود یا دوستان و آشنایان صرف نموده و درست در رأس ساعت 1:30 بعد از ظهر در کاخ سلطنتی حاضر باشیم. قصر شاه در آن ایام در خیابان سپه روبروی دانشکده افسری و کاخ اولیا حضرت ملکه پهلوی ملکه مادر قرار داشت. مدت شرفیابی درست 4 ساعت و نیم به طول می انجامید مگر اینکه در بعضی از روزها شاه برای اجرای برنامه‌های خاص و یا بازدید از محل‌های معین این مجلس اونس را قبل از وقت معین که ساعت 6 بعد از ظهر بوده است تعطیل نماید. ما در تمام این مدت 4 ساعت و نیم در گوشه سالن کاخ سلطنتی در حال ایستاده بودیم چون شاه نیز نمی نشست و مرتباً دور سالن کاخ سلطنتی قدم می زد و این قدم زدن تا ساعت 4:15 بعد از ظهر به طول می کشید. و درست سر ساعت 4:15 بعد از ظهر که وقت نوشیدن چای فرا می رسید رضاشاه روی مبل می نشست و پیش خدمت مخصوص وارد سالن می شد و استکان چای را به دست شاه می داد. این جلسات در نهایت نظم و ترتیب تشکیل می شد و به طور کلی مسائل پیش پا افتاده مطرح نمی گردید و شاه ابداً با کسی شوخی نمی کرد و حتی با سرلشکر خدایار خان مزاح نمی نمود. چای را فقط شخص شاه می نوشید چون برنامه شاه نوشیدن چای در ساعت معین بود چنان که آب را هم در ساعت معین می نوشید و ساعت 4 بعد از ظهر وقت نوشیدن آب فرا می رسید و شاه در روی مبل می نشست و پس از نوشیدن جرعه آب برمی خواست و باز به قدم زدن دور سالن می پرداخت و 1 ساعت بعد مجددا می نشست و در این موقع به نوشیدن چای می پرداخت. البته دود کردن سیگار به وسیله رضاشاه از همان لحظه‌ای که شرفیاب می شدیم ادامه داشت و هر پوکی که به سیگار می زدند روی خود را به سوی حاضران نموده و مجددا چشمها را به قالی سالن کاخ دوخته و به قدم زدن ادامه می دادند. حتی 1 روز شاه با لباس غیر نظامی وارد سالن نمی شد. هر روز لباس نظامی به تن داشت و هر روز نیز کلاه در سر می گذاشت و در تمام این مدت 4 ساعت و نیم کلاه از سر رضاشاه دور نبود و گاهی اقدام به برداشتن کلاه از سر می کرد و پس از اینکه با دستمال عرق سر و پیشانی خود را خشک می نمود مجددا کلاه را در سر می گذاشت. علاقه رضاشاه به لباس نظام زاید الوصف بود و در طول سلطنت فقط 1 بار به لباس سیویل ملبس گردیده بود و با وجود اینکه خیلی لباس غیر نظامی
برای اندام شاه برازنده بود، ولی از لباس سیویل خوشش نمی آمد و تا روزی که کرمان را به سوی بندرعباس برای عزیمت از خاک ایران و انتقال به جزیره موریس ترک نمود، به هیچ وجه لباس سیویل در تن نکرده بود. البته آن روز که رضا شاه لباس سیویل به تن نموده بود، منظور برای ترویج استعمال کلاه پهلوی بود و شاه می‌خواست به جای استعمال کلاه پوستی و قجری عموم مردم کلاه لبه‌دار پهلوی در سر بگذارند و شاه نیز کلاه پهلوی در سر گذاشت و کت سرمه‌ای در تن کرد و شلوار سفید پوشید. 8 نفر شرفیاب شوندگان به حضور رضا شاه علاوه بر شرح قصص و حکایات و خواندن اشعار می توانستند جالب ترین خاطرات زمان سربازی رضا شاه را از زبان شخص شاه استماع نمایند. در یکی از شرفیابی ها رضا شاه برای ما شرح داد چگونه از سالهای قبل از کودتای هوت 1299 تصمیم گرفته بود به سلطنت ایران برسد. رضا شاه حتی از مشکلات زندگی خود و ناسازگاری ها و تحمل سختی ها حکایت ها می کرد. شرح ماجرای زندگی پهلوانی رضا شاه واقعاً شنیدن داشت و در حالی که اطراف سالن قدم میزد آهسته آهسته به شرح خاطرات زندگی خود می پرداخت. البته موقعی ما شرفیاب شوندگان شرح زندگی رضا شاه را از زبان خود او می شنیدیم که رضا شاه فارغ از شنیدن قصص و حکایات پهلوانی شده بود. رضا شاه از شنیدن اشعار شاهنامه فردوسی لذت می برد و مرتباً هم می گفت تکرار شود. و البته وظیفه خواندن اشعار با نگارنده بوده است که با صدای بلند به خواندن اشعار شاهنامه می پرداختم. یکی از روزهای معهود که به حضور رضا شاه رسیدیم، به محض ورود به سالن کاخ سلطنتی شاه یک راست مقابل من آمد و بدون مقدمه سوال کردند استغنا چه معنی می دهد؟ شاه چشم به دهان من دوخته بود تا بداند معنی استغنا چیست. شاه چند بار تکرار نمودند تا معنی استقرار را به خوبی و به طور واضح به زبان آورم. البته تا آنجا که ممکن بود معنی استغنا را برای شاه شرح دادم و توضیحات لازم درباره این کلمه استغنا را به عرض رسانیدم. وقتی شاه این توضیحات را شنید و به معنی کلمه استغنا پی برد، فرمود عجب، پس معنی استغنا این بوده است. سپس فرمود حکایتی از زندگی خودم دارم که لازم بود اول معنی کلمه استغنا را بدانم و بعد این حکایت را که بستگی تام و تمام به زندگی من دارد برای شما شرح بدهم. رادیو چکامه. رضا شاه در حدود 5 دقیقه سکوت کرد و دور سالن به قدم زدن پرداخت و بعد ایستاد و شرح حکایت را شروع کرد و سپس به راه افتاد و در حالی که قدم میزد به ادامه شرح حکایت پرداخت. اولا باید بگویم نه من و نه 7 نفر بقیه تا آن روز نمیدانستیم رضا شاه مدتی در شهر عراق اقامت داشت. آن روز ضمن شنیدن شرح یک حکایت بسیار تاریخی از زبان رضا شاه بود که دانستیم شاه در زمان سربازی مدتی از عمر خود را در عراق که آن موقع معروف به سلطان آباد عراق بود سپری ساخت. رضا شاه اینطور آغاز سخن کرده بود: من یک سرباز ساده و بدون درجه و مقام بودم و چند روزی بود محل مأموریت من سلطان آباد عراق تعیین شده بود. حقوق من در ماه 7 تومان بود و آخر ماه نیز حقوق پرداخت نمی شد و به همین جهت زندگی من و سایر سربازان به سختی صورت می گرفت و مخصوصا در عراق در فصل سرما من و سایرین زندگی بسیار پریشانی داشتیم و علاوه بر این که حقوق سربازی تکافوی زندگی را نمی کرد، حتی نمی توانستیم در شبهای سرد زمستان خود را گرم کنیم. زندگی من در عراق بدترین ایام زندگی دوران سربازی بود. هیچ تصور نمی کردم سالم شهر عراق را ترک نمایم،
چون از همان روز اول ورود به عراق بیمار شدم و مشکلات زندگی من فزونی پیدا کرد، به حدی که هیچ امیدی به زندگی نداشتم و فکر می‌کردم زمستان به علت سردی هوای شهر باید بسوزم و بسازم. من با مردم عراق آمیزش نداشتم و طبعاً مردم عراق نیز با سرباز ساده‌ای چون من معاشرت نداشتند. آمیزش من با سربازانی بود که مانند من به طور داوطلب و با جیره و مواجب ناچیز وارد خدمت سربازی شده بودند. وضع زندگی آنها و حال و احوال آنان نیز مانند من بود. بنابراین ما اصلاً به آینده خود فکر نمی کردیم، بلکه تمام فکر و ذکر ما وضع حال و احوال بود. آن هم وضعی که طاقت فرسا بوده است و کمتر کسی جز ما سربازان یاری مقاومت داشته است. در یکی از روزها که در عراق اقامت داشتم، بر حسب اتفاق و بدون اینکه قبلاً به این فکر افتاده و تصمیم گرفته باشم، یکی از ملاهای مقیم این شهر را ملاقات نمودم. البته در همان برخورد اول اسم این ملا را شنیده بودم، چون قبلاً نه اسم او را شنیده بودم و نه اینکه او را در مجالس و محافل و خیابان و کوچه دیده بودم. ملاقات من با این ملای عارف و دانشمند مدتی به طول کشید. من با همان لباس ساده سربازی به ملاقات ملا رفته بودم و البته در اتاق ملا جماعتی از اهالی عراق نشسته بودند. نمیدانم روی چه نظری همین که وارد اتاق شدم و چشم ملا به من افتاد، مرا به سوی خود خواند و بغل دست خود روی قالیچه نشاند و شروع به احوال پرسی کرد و از زندگی حال و گذشته من به طور مختصر جویا گردید و سپس در چشمان من خیره شد و بدون مقدمه گفت: تو سلطان مقتدر این مملکت خواهی شد. خیلی تعجب کردم. تصور نمودم او شوخی می کند و قصد مزاح و سر به سر گذاشتن با سرباز ساده و بیچیز و نداری چون من را دارد. سکوت کردم، ولی او تصور کرد من باور کردم و به همین جهت از من پرسید: آیا به حرف من توجه کردی و دانستی که روزی تو سلطان مقتدر این مملکت می شوی؟ در جواب گفتم: اصلاً باور نمی کنم و فکر می نمایم حضرت عالی مانند برخی از علما و مجتهدین قصد شوخی و مطایبه دارید. در جواب گفت: به هیچ وجه، من اهل مزاح نمی باشم. پرسیدم: پس چگونه سرنوشت من را چنین دانستید و چرا نگفتید روزی صاحب منصب قشون می شوی و از این زندگی ملالتبار خارج می گردی؟ ملای عالم و روشندل گفت: هرچه می گویم با حقیقت توأم می باشد و بار دیگر تکرار می کنم، روزی تو سلطان مقتدر این مملکت خواهی شد. من برای اینکه بدانم آیا ملا واقعا شوخی می کند و قصد سر به سر گذاشتن مرا دارد، بلافاصله پرسیدم: اگر آنچه شما می گویید به حقیقت بپیوندد و واقعا روزی من به سلطنت ایران برسم و زمامدار مطلق این مملکت بشوم و شما هم زنده باشید و شاهد و ناظر به تخت نشستن من بشوید، در آن موقع از من چه توقعی خواهید داشت تا از همکنون با هم قول قرار بگذاریم و من به قول خود عمل نمایم؟ در جواب اظهار داشت: هیچ نمیخواهم، فقط شفقت و محبت به خلق خدا را از شما میخواهم. همین که این جمله را به زبان آورد، برخاستم و محضر ملا را ترک نمودم. میدانید چرا بلافاصله خانه ملا را ترک گفتم؟ برای اینکه جوابی از ملا دریافت نمودم که به نظرم نور امید بود. او نور امیدواری داده بود و دریچه امید را به سوی من باز کرده بود. ملا گفته بود: روزی تو سلطان مقتدر ایران میشوی، ولی نگفت وقتی به سلطنت رسیدی چه کاری باید به نفع من صورت بدهی، بلکه محبت و شفقت برای خلق خدا میخواست. همین جواب بود که سرباز مأیوس و مغروض و سرگردانی چون من را امید داد و به طور ناگهانی تمام غمها را از من زدود و مرا مصمم کرد که از یأس و حرمان پرهیز کنم و تا میتوانم به سوی آینده قدم بردارم. آن روز درست 15 سال تمام به روز 3 هوت 1299
که با سربازان تحت اختیار خود از قزوین وارد پایتخت شده و قدرت را به دست گرفتم باقی بود. آن روز یک روز سرد و یخبندان 1284 شمسی بود. درست 10 سال بعد من برای دومین بار با همین ملا ملاقات نمودم و ملاقات دوم من با او در شهر ری حضرت عبدالعظیم صورت گرفته بود. من از شهر ری عازم کرمانشاه بودم. البته زندگی من به کلی تغییر پیدا کرده بود و دیگر سرباز ساده‌ای نبودم که به آینده خود نیندیشم و همیشه دچار یأس باشم و یا دائما در فکر پایان برج و دریافت حقوق ناچیز که آن هم پرداخت نمیشد دقیق شماری نمایم. در شهر ری و در محوطه این شهر که آن ایام به صورت قصبه مخروبه‌ای بود، ناگهان و به طور تصادف با ملای 10 سال قبل که ساکن عراق بود برخورد کردم. خود او مقابل من قرار گرفت و سلام نمود و شروع به احوال پرسی کرد. اول او را نشناختم، ولی به محض اینکه گفت آنچه را که به شما در سلطان آباد عراق گفتم وقتش نزدیک شده است، پی به هویت او بردم. به او گفتم مشتاق دیدار شما بودم و هیچ تصور نمی کردم بار دیگر به دیدار مرد خوشنیتی چون شما نایل شوم. از حال و احوال و زندگی من اطلاعاتی کسب کرد و به سر و وضع من نظاره نمود و لبخندی بر لبان او نقش بست و سپس قصد خداحافظی نمود و من قبل از اینکه او آهنگ عزیمت نماید به او گفتم واقعا اگر روزی حرف شما درست درآید و به سلطنت ایران برسم از من چه توقعی خواهید داشت؟ در جواب همان جمله 10 سال قبل عراق را تکرار نمود و گفت هیچ نمیخواهم، فقط شفقت و محبت به خلق خدا را از شما میخواهم. ملا را دیگر ندیدم تا اینکه در آذر 1304 به سلطنت ایران رسیدم و فردای روزی که از طرف مجلس مؤسسان به سلطنت رسیدم تصمیم گرفتم ملا را ملاقات نمایم، ولی اسم او را فراموش کرده بودم و هرچه به خاطر خود رجوع کردم نتوانستم اسم او را به خاطر بیاورم. البته قیافه او در مد نظرم بود و میدانستم شیخ بود و جزو سادات نبود و بدین لحاظ عمامه سفید در سر داشت. میدانستم درویش بود و علاقه‌ای به مال دنیا نداشت. میدانستم 20 سال قبل در عراق اقامت داشت. این نشانی ها را به آجودان خود داده و به او دستور اکید دادم به هر ترتیبی که میسر باشد ملا را پیدا کند و مخصوصاً تذکر دادم باید طوری به جستجو و تفحص پرداخته شود که اسباب ناراحتی ملا و اهل بیت او فراهم نشود. جستجو 1 هفته ادامه یافت و سرانجام آدرس منزل ملا به دست آمد. معلوم شد ملا مدتی است در تهران اقامت دارد. از ملا تقاضای وقت ملاقات نمودم. ملا ساعت 8 صبح جمعه را تعیین کرد و محل ملاقات را هم داخل حرم عبدالعظیم در نظر گرفت. تصمیم گرفتم به طور ناشناس به ملاقات ملا بروم. خوشترین ساعات زندگی من همان ساعاتی بود که به ملاقات این ملای صوفی منش رفته بودم. ملا در گوشه حرم نشسته بود و معلوم بود در انتظار دیدار از من می باشد. روز جمعه بود و در حرم حضرت عبدالعظیم جمعیت موج می زد. تمام سعی من این بود شناخته نشوم و به همین جهت با لباس مبدل به ملاقات ملا رفتم. ملا وقتی مرا دید برخاست و تعارف نمود و من بغل دست او در همان گوشه حرم نشستم. ملا به هیچ وجه از ملاقات‌های اول و دوم من ذکری نکرد و صحبتی به میان نیاورد و حتی سلطنت را به من تبریک نگفت. ولی من به او گفتم هرچه میل داشته باشید برای انجام آن حاضر و آماده می باشم و به همین جهت به ملاقات شما آمدم. در جواب گفت هیچ نمی خواهم، فقط شفقت و محبت به خلق خدا را از شما می خواهم. گفتم این نصیحت شما جای خود دارد، ولی بشر در زندگی با مسائلی برخورد می کند که باید با دوستی و یا وسیله دیگری به حل این مسائل و مشکلات بپردازد و اگر هم خود شما کاری نداشته باشید
و اهل توقع نباشید درباره فرزندان، کسان و بستگان دور و نزدیک و حتی دوستان و آشنایان خود می توانید از من تقاضا کنید تا من در همین حرم قول انجام آن را بدهم، به دلیل اینکه این سلطنت را از شما دارم و 20 سال قبل که برای اولین بار شما را در عراق ملاقات نمودم در فکر همه چیز بودم جز سلطنت و جوابی هم که به من داده بودید نیروی خاصی به من بخشید و امیدها به من داد و سرباز مایوس و عصبانی چون من را از خواب عمیق بیدار کرد و به سوی آینده روشن به حرکت درآورد و در این صورت چگونه ممکن است قدر شما را ندانم و غافل از شما باشم؟ در پاسخ اظهار داشت من به مولا علی بسته می باشم، بنابراین اهل توقع نمی باشم و خوشبختانه بستگان من هم به مولا بستگی دارند و آنها نیز به طبع توقع نخواهند داشت، چون اگر غیر از این باشد در عشق به مولا سستی و کاهلی به خرج دادند. گفتم مگر شما تمول دارید و سرمایه و ثروت فراوان به هم زده اید که اینطور با صراحت میگویید هیچ چیز نمیخواهم؟ اگر هم اهل مادیات نباشید کارهایی که مربوط به معنویات باشد از من بخواهید تا بستگان شما را به هر شغل و منصبی که بخواهید منصوب نمایم. گفت غنی و سرمایه‌دار نیستم ولی استغنا دارم. باز با او صحبت کرده و گفتم هر چه بخواهید و هر کاری داشته باشید آنی غفلت نمی کنم و لحظه ای تقاضای شما را بدون اقدام نمی گذارم و امیدوارم هر چه می خواهید بگویید و بدانید انجام هر کاری ولو اینکه شاق باشد چون از طرف شما تقاضا می شود کاملا عملی است و به فوریت دستور انجام می دهم. در حرم حضرت عبدالعظیم جمعیت از زن و مرد موج میزد و اصلا جای حرکت نبود و ملا هم به جای اینکه جواب درستی به من بدهد باز گفت غنی و ثروتمند نمی باشم لیکن استغناء طبع دارم. هرچه به او اصرار می کردم چیزی از من بخواهد باز در جواب می گفت استغنا دارم. اصرار من ادامه داشت. حتی یک بار ناراحت شدم و بلندتر از حد معمول صحبت کردم ولی او خونسردی خود را حفظ کرد و جواب من را طی 2 کلمه میداد و اظهار می داشت استغناء طبع دارم. من نمیدانستم معنی استغنا چیست و اینکه میگوید استغناء طبع دارم درباره چه موضوعی و چه مسئله‌ای می باشد و آیا قادر به انجام هر کاری می باشد که احتیاجی به من ندارد و یا مهمتر از پول و ثروت صاحب قدرت دیگری است که او را حتی از پادشاه مملکت بی‌نیاز ساخته است و به همین جهت جواب رد به درخواست‌های پی در پی شاه می‌دهد. وقتی دیدم همچنان سختی نشان می‌دهد گفتم در این صورت اقلاً در تهران مرتباً یکدیگر را ملاقات نماییم چون من شیفته شما شدم و به درک فیض از محضر شما علاقه دارم و میخواهم بهتر با شما حشر پیدا کنم. شاید از این حشر استفاده های زیادی برای اداره امور مملکت بنمایم. وقتی به چهره او نظر افکندم دیدم به شدت ناراحت می باشد و در حالی که التماس می کرد گفت اگر از ملاقات های متوالی صرف نظر فرمایید همان اجر من خواهد بود. چون ساعت 9 بامداد می‌گذشت و حرم نیز بسیار شلوغ شده بود قصد ترک او را نمودم. برخاستم و از او خداحافظی کردم. محبت نمود و تا محل کفشداری از من بدرقه کرد. در طول راه حضرت عبدالعظیم به تهران مدام در فکر این کلمه استغنا بودم و حال بعد از چند سال از شما پرسیدم استغنا چه معنی می‌دهد و چرا آن روز ملای مزبور این کلمه را پی در پی استعمال می نمود. در این موقع رضا شاه لحظه‌ای سکوت نمود و بعد روی خود را با حاضرین نموده و اظهار داشت این ملا یک مرد به تمام معنی درویش است. او همکنون در قید حیات می باشد. او حاج شیخ عبدالله حائری مازندرانی است. او همشهری من محسوب می شود. او برخلاف بعضی دراویش که به تمام زشتی‌ها و بدیهای اخلاقی آلوده بوده و به هیچ وجه در فکر تزکیه نفس نمی باشند به تمام معنی زاهد و متقی و پرهیزکار می باشد.
سایر دراویش مرتباً زمزمه می کنند، اورات می خوانند و مولا را صدا می زنند تا اشخاص را فریب بدهند. ولی شیخ عبدالله حائری در واقع نمونه کامل یک درویش واقعی می باشد و بدون اینکه اسم مولا علی را به زبان آورد خود را بی نیاز قلمداد می کند و به مال دنیا به قدری بی اعتنا می شود که چندین بار کلمه استغنا را به زبان می آورد.